او می توانست یکی از ماندگارترین بازیگران ایران باشد، اما نشد. او می توانست یکی از بهترین بسکتبالیست های تاریخ ایران هم باشد، اما نشد. او می توانست بهترین مربی تاریخ ایران هم باشد، اما نشد. او مرد شماره 1 دروازه تاریخ فوتبال ایران و آسیا شد، گرچه برخی این را هم میگویند نشد. در استقلال لفظ اسطوره فقط برازنده او بود و بس. راستی او هنوز اسطوره آبی هاست. امروز فرجام او پهنه سرد خاک و قلب گرم میلیون ها ایرانی است. او ناصر حجازی است.